بلور. هفته‌ای که بلور به عنوان تنبیه در مطبخ کار کرد بسیار جالب و جذاب بود. خدمه بابت تلاش دختر برای رهانیدن هادی از چوب و فلک و همچنین کمک زیرپوستی آن یک کدوی پیشکشی به صفدر و مرضیه آنقدر خوششان آمده بود که بیش از پیش دوستش داشتند. گرچه خانجان گاهی خودش سکان پخت غذا را در مطبخ به دست می گرفت، آن هم چون خان از دست پخت همسرش بی نهایت لذت می برد، اما در آن یک هفته فرصت را مغتنم شمرد تا به دختر خانده‌اش چیزهایی یاد بدهد که حتماً در آینده به دردش می خورد. بلور اما سعی کرد از تنبیه پیش آمده نهایت لذت را ببرد، خصوصاً وقتی که اشرت برای کم کردن بار دستور خان در مطبخ به کمکش آمد. ضمن اینکه اتفاق جالب دیگری هم افتاد و آن اینکه منصور هم یکی دو روز برای یاری به بلور آستین بالا زد و بابت پوست کندن سیب زمینی و یا هر چه در خورشت می‌ریزند کمک کرد، چون پیشتر قول داده بود که اگر خان بلور را تنبیه کند او کمکش خواهد کرد. روزی که خان در کنار همسرش بر روی ایوان طبقه بالا استراحت می‌کرد، قبل از میل کردن کیکی کوچک، با دیدن منصور که در کنار بلور و اشرت با خنده و هیاهو سیب زمینی پوست می‌کند، متعجبانه پرسید: این پسر چی کار میکنه؟ خانجان گفت: سیب زمینی پوست میگیره. خان قبل از اینکه لقمه جدا کرده از کیک را به دهان بگذارد، کمی از پشتی جدا شد و با دقت نگاه کرد. سپس همچنان متعجب پرسید: یعنی چی که سیب زمینی پوست میکنه؟ خانجان گفت: اگه یادتون باشه اون روز صبح که منصور پیشنهاد منو برای حسابرسی قبول نکرد، گفت که اگه کار به تنبیه بلور بکشه خودش تنبیهو به گردن میگیره. حالا هم داره همین کارو میکنه. خان با همون صورت متعجب خندید و گفت: عجب، خیلی هم خوب. این که تن به کاری سخت‌تر از برداشتن قلم میده جای شکر داره. این که مسئولیت پذیرفته و پای حرفش مونده عالیه. سپس دوباره به پشتی تکیه زد و ادامه داد: شاید جونش کمی عرق کنه و از تن پروری بیرون بیاد. خانجان که چای خوشرنگی را جلوی خان می‌گذاشت، کمی اخمهایش را درهم کرد و گفت: پسرای من تن پرور نیستن آقا. اونا هم به وقتش باعث افتخارتون میشن. خان لقمه اول از کیک را به دهان گذاشت و در همان حال گفت: اون وقت میشه بفرمایین کی وقتش میرسه؟ خانجان گفت: ناصر که هر روز به رشت میره تا کاری در خور پسر خان پیدا کنه، اونم بدون توصیه شما. منصورم که خودتون گفتین بمونه تا کار شما رو یاد بگیره، پس همچنان منتظر دستور شماست. خان لقمه را که جوید و خواست قورت بدهد، باز هم متعجبانه به کیک نگاه کرد و پرسید: اینو کی پخته؟ با چی درستش کردین؟ چقدر خوشمزه شده؟ خانجان گفت: از کدو درست شده. خان به همسرش نگاه کرد و گفت: متلک میندازی؟ من که گفتم کدو رو پس نگرفتم، دیگه چرا زخم زبون میزنی؟ خانجان خنده دلبرانه و ریزی کرد و گفت: نه خیر آقا، متلک نیست. واقعا از کدو و آرد گندم درست شده. ایدش از بایار بود و من کیکو پختم. چند بار خراب شد ولی این بار خوب از آب در اومد. من خودم از مزهش خوشم اومد و مطمئن بودم شما هم خوشتون میاد. خان با چشمان گرد گفت: اینجا چه خبره خانم؟ منصور سیب زمینی پوست میگیره، بایار ایده کیک میده، خانم خونم بعد از سالها به هوای دلش به مطبخ میره و کیک میپزه. خانجان با اشاره به جمع منصور و بلور و اشرت که در حال کار کردن بودند گفت: آشپزخونه تماماً به جنب و جوش افتاده.
وقتی پسرتون برای کار تو مطبخ داوطلب شده، انتظار داشته باش که منم کیک بپزم. خان که با لذت مابقی عصرانه‌اش را می‌خورد گفت: داری منو مجاب میکنی که زمان تنبیه بلور رو از 1 هفته به 1 ماه تغییر بدم تا هم منصور بیشتر عرق بریزه و هم بایار تو آشپزخونه به ظرف شستن بیفته. خانجان به خان نگاه زیرچشمی کرد و پرسید: واقعاً بلور رو تنبیه کردی؟ سپس مستقیم به صورت خان نگاه کرد و گفت: میشه بگی گناهش چی بود که تنبیه شد؟ خان لقمه آخر را با جرعه‌ای از چای پایین داد و بدون اینکه به صورت همسرش نگاه کند گفت: گناهی نداشت. شاید به خاطر اینکه درست‌ترین کارو کرده تنبیه شده. جرعه‌ای دیگر از چای را نوشید و ادامه داد: اگه شل می اومدم جمع کردن انتظارات رعیت سخت می شد خانم. خودت که دیدی هادی رو الکی فلک کردم. کدو رو هم پس نگرفتم و البته مقداری برنج از طرف بایار برای صفتر و همسر باردارش فرستادم. خانجان پرسید: چرا از طرف بایار؟ چرا از طرف خودت به اونا ندادی؟ خان به صورت همسرش نگاه کرد و گفت: تو چرا چنین حرفی میزنی خانم؟ من کار درستو میکنم. حالا چه به دست خودم چه به دست دیگری. اینطوری مسئولیتش کمتره، چون رعیت اگه بفهمن که اربابی بخشنده دارن متوقع میشن. اون وقت انتظار دارن هر خطایی میکنن بخشیده شن. اون وقت محصول برنج کم میشه، تخم مرغا کوچیک میشن و چه میدونم محصول جالیز و یکی در میون تحویل میدن. چرا؟ چون اربابی بخشنده دارن و انتظار دارن بخشیده شن. من همون بخشندگی رو از جانب بایار انجام میدم و رعیت از ترس خان کارشونو درست و دقیق انجام میدن. خانجان چون میدانست اگر بیشتر بحث کند شوهرش عصبانی می شود دیگر ادامه نداد. فقط کمی خودش را پیچ و تاب داد و به آرامی گفت: اگه اجازه بدی پس فردا برای زیارت به امامزاده تقی برم. نذر دارم، ادا می کنم و برمیگردم. خان پرسید: چه نذری؟ سپس با خنده گفت: کی حاجت گرفتی که من خبر ندارم؟ خانجان لبهایش گل انداخت و گفت: حالا دیگه نذر کردم و حاجت گرفتم، پس باید نذرم و ادا کنم. خان که موضوع برایش جالب شده بود دوباره پرسید: راستشو بگو، برای چی نذر کردی؟ البته که میذارم بری نذرتو ادا کنی، اما بگو برای چی نذر کردی؟ خانجان که میدانست خان تا نفهمد برای چه نذر کرده دست بردار نیست، منمن کنان گفت: اون وقتی که شما برای راست و دروغ گفتن بلور با من شرط کردی، من نذر امامزاده تقی کردم که اون راستشو بگه. حالا که راستشو گفته باید برای ادای نذرم برم. خان خنده‌ای بلند سر داد و سپس گفت: قبول نیست خانم، شما برای بردن شرط از آقا کمک خواستی. خب معلومه که من میبازم. قرار نبود تقلب کنی. خانجان که میدانست خان شوخی میکند گفت: به هر حال باختین و دبه نکنین لطفاً. اگه اجازه بدین بلور رو هم با خودم ببرم. فکر میکنم بعد از 1 هفته تنبیه تو مطبخ اگه اجازه بدین که بیاد بد نیست. خان دستی بر سبیلهایش کشید و گفت: باشه، مشکلی نیست. بذار کمی خستگی در کنه. به هر حال برای اون نذر کردی و هنگام ادای نذر اگه خودشم باشه خوبه. فردا بلور از کار در مطبخ فارغ شد و با اجازه خانجان دوباره برای ساعتی غیبش زد تا بر بلندای شاخه‌های آقادار بنشیند. دلش را که بر بالای شاخ و برگ درخت صاف کرد، برگشت. کمی در بازار کوچک فومن چرخید و وقتی به عمارت رسید، فهمید میهمان آمده. دوباره چوب دستیش را در حصار حیاط پنهان کرد و داخل شد.
2 اسب قهوه‌ای با پاهای کشیده در حیاط بسته شده بود. یکی از اسب‌ها ناآرام بود و چموش. از آن اسب‌هایی که به قول بایار تازه داغ شده، یعنی تا پیش از این وحشی بوده و به تازگی رامش کردند. چون این اسب‌هایی هنوز رگه‌هایی از وحشیگری در وجودشان هست. برای همین عضلات کشیده و سایه روشن آنها به همراه لرزش مداوم پوست بدنشان، خصوصاً وقتی غریبه‌ای به آنها نزدیک شود، دیدن دارد. بلور ناخواسته جذب سرکشی اسب شد. راهش را کج کرد و در نزدیکیش ایستاد تا نگاهش کند. اسب حالا متوجه بلور شده بود و سعی می کرد با تکان دادن سرش چرمه دهانش را از چوب قطور پرچین جدا کند. برای لحظه‌ای آنقدر تقلای حیوان زیاد شد که بلور قدمی به عقب برداشت و در همین موقع کسی از پشت سر گفت: نگران نباش، محکم بسته شده. بلور به سمت صدا برگشت. در فاصله چند قدمی از شانه‌اش پسری قد بلندتر از خودش ایستاده و او هم مستقیم به اسب نگاه می‌کرد. پسر اندامی ترکه‌ای با چشم و ابرویی مشکی داشت. موهایش سیاه و مجعد بود که انگار نور آفتاب در آن پستی و بلندی موها سر می‌خورد. بلور پرسید: اسب توئه؟ پسر این بار چشم از اسب برداشت و با صورتی بی حالت و مردانه به او نگاه کرد و گفت: برای منه، ولی هنوز کمی چموشه. بلور پس از دیدن صورت تمام رخ پسر کمی دست پاچه شد. دلش قنج رفت و از زیاد شدن حرارت بدنش تعجب کرد. واقعا نفهمید که چه اتفاقی برایش افتاده. اما از اینکه پسر متوجه این تغییر حالت شود ترسید. تلاش کرد نفس کشیدنهایش را که حالا بی دلیل سریعتر شده مهار کند و دوباره به اسب خیره شد. پسر که دید بلور دیگر حرف نمیزند گفت: اگه بخوای میتونی نزدیک شی. دست که به گردنش بذاری آروم میشه، نگران نباش. اشرت از دور بلور را دید و به طرفش دوید. اما هنوز کاملاً به او نرسیده بود که بلور این بار محکم و مغرور در جواب جوان گفت: من نگران لگد پرونیای اسب شما نیستم آقا، چون خودم میدونم چطور چنین اسبایی رو مهار کنم. بیشتر نگران چوبای پرچینم که با بازیگوشی اسب وحشی شما خراب میشن. اون وقت مردای امارت باید برای دوباره کار گذاشتن چوبا دست و بالشون رو زخمی کنن و جون بکنن. چند قدمی به سمت پسر برداشت و با نگاه به صورت او گفت: واقعا سواری گرفتن از چنین اسبی که دائما برای کنترلش باید لگام بزنی و دهنه بکشی لذت داره؟ و وقتی صورت جاخورده پسر را دید که حالا از اطمینان و بی‌حالتی تغییر وضعیت داده و معذب شده بود، با صدای آرامی پرسید: اون وقت شما کی هستین؟ پسر که حدوداً 16 ساله میزد، آب دهانش را قورت داد و منمن کنان گفت: من محمد، پسر ملا قلی گرانی هستم. پدرم متولی زمینای ارباب در گرانه. بلور که از قیافه یک خورده و مستحصل پسر فهمید بازی را برده، با دیدن اشرت دیگر ادامه نداد. پس بدون اینکه حرفی بزند به سمت دخترک رفت و با گرفتن دست او به طرف عمارت حرکت کرد. اشرت همانطور که دوشادوش بلور راه می رفت به آرامی گفت: چی کار کرده بود بیچاره؟ چرا مثل وحشی ها جوابشو دادی؟ بدبخت نفس کم آورده بود. بلور گفت: نمیدونم چرا با دیدنش نفس تنگی گرفتم. تمام تنم گر گرفت. از ترس حمله کردم. اگه اینطوری حرف نمیزدم کم می آوردم. سپس با کمی عصبانیت ادامه داد: حالا من یکم ایستادم و به اسبش نگاه کردم. اومده به من میگه که نترس، برو جلو، میتونی به گردن اسبم دست بزنی. انگار فقط اون اسب داره. اشرت دست بلور را کشید. ایستاد و به صورت دوستش نگاه کرد. سپس با کمی شیطنت گفت: صبر کن ببینم عزیزم، کمی نفس بکش.
بعد مستقیم به چشمان دوستش زل زد و به آرامی گفت من تا به حال ندیده بودم از بابت پسری اینقدر دست پاچشی. گردنش را کمی کج کرد و از دور به پسر چشم دوخت که بنده خدا در جایش میخ شده بود و تکان نمیخورد. با هیجان ادامه داد: ببینم چرا باید اینقدر تو رو عصبی کنه؟ دوباره به بلور نگاه کرد و پرسید: بی‌ادبی کرده؟ بلور که هنوز نفهمیده بود در پس ذهن اشرت چه می‌گذرد، ساده لوحانه گفت: نه، بی‌ادبی نکرد. اشرت صورتش باز شد و با ذوق زدگی گفت: پس عاشقش شدی دختر؟ بلور ابتدا نفهمید، اما بعد از اینکه فهمید اشرت می‌خواهد شیطنت کند، دستش را کشید و عصبانی گفت: خیلی نفهمی. فکر کردم میخوای حرف جدی بزنی. نگو تو اندازه همون اسب میفهمی. و سپس دوباره به سمت عمارت رفت. اشرت از اینکه بلور او را به اسب تشبیه کرده خم به ابرو نیاورد و همانطور که به دنبالش میرفت گفت: باشه، اصلاً من اسب، ولی وقتی گفتی که با دیدنش گر گرفتی گفتم شاید عاشق شدی. بلور به پای پله‌های عمارت که رسید برگشت و به محمد نگاه کرد. سپس نگاه دقیقی به اشرت انداخت که حالا داشت زل زل به پسر نگاه می‌کرد. اشرت دختری استخوان‌دار بود. توپل نبود، اما به قول معروف رسیده بود. پس گفت: فکر کنم تو بیشتر از من عاشقش شدی. آب لب و لوچتو اگه جمع کنی شاید بیاد و تو رو بگیره. اشرت برعکس انتظار بلور ذوق کرد و گفت: اگه از من خواستگاری کنه همون اول زنش میشم. ببین چه قد و بالایی داره بیچاره. فقط بدبختی اینه که از تو خوشش اومده. تو هم که لیاقت نداری و مثل دیوونا رفتار میکنی. بلور خواست جوابش را بدهد که فهمید فایده ندارد. یعنی یکی به دو کردن با اشرتی که بابت فرار کردن از کتک‌های هادی برای عروسی کردن لحظه شماری می‌کند بیفایده است. پس بدون هیچ کلامی مسیر پله‌ها را گرفت تا بالا برود. اشرت داد زد: فردا منم میام. بلور متعجب نگاهش کرد و پرسید: کجا؟ اشرت گفت: امامزاده تقی. بلور همچنان گنگ ایستاد. اشرت گفت: مگه خبر نداری؟ فردا قرار خانجان برای زیارت بره امامزاده و قرار تو هم بیای. چون خانم به مادرم گفته منم بیام تا تو تنها نباشی. سپس چینهای دامنش را باز کرد و با ذوق زدگی گفت: فردا آزادیم و میریم برای زیارت. خوش میگذره به خدا. لبخند شیرینی بر روی صورت بلور نشست، چون او هم چنین زیارت رفتنی را دوست داشت. صبح زود می رفتند. نرسیده به ظهر زیارت می کردند و نهار را در همان اطراف امامزاده در بین دار و درخت می خوردند. احساس سرخوشی و آزادی روزهای زیارت واقعاً دلنشین بود. خصوصاً اینکه اشرت هم می آمد و کرکر خنده هایشان به راه بود. یکی دو پله پایین آمد تا بپرسد دیگر چه کسانی می آیند. اما وقتی دید محمد دستهایش را در جیبش کرده و به سمت عمارت می آید، برگشت. پله ها را 2 تا 1 کرد و بالا رفت. بر روی 2 پله آخر طاقت نیاورد و ضمن آرام کردن حرکتش دوباره به پسر جوان نگاه کرد. اشرت راست می گفت. قد و بالای خوبی داشت. صورتی موقر و لباسهایی مرتب. برای لحظه‌ای دلش برای پسر سوخت که آنچنان به رویش پرخاش کرده. اما بالاخره رو برگرداند و رفت. اشرت که از پایین آمدن و دوباره بالا رفتن بلور جا خورده بود، آنی فهمید که او به خاطر آمدن پسر جوان است که فرار کرده. پس منتظر ماند تا محمد به داخل عمارت برود و سپس خودش هم به خانه بازگشت. غروب دم وقتی خان در تخت جلوی عمارت نشست تا خستگی روزانه را با چای و قلیان از تن بدر کند،
بلور در ایوان طبقه بالا بر روی یک صندلی چوبی نشسته و در سکوت به روبرو نگاه می‌کرد. دختر دوست نداشت زیاد جلوی چشم خان باشد، چون نگاه‌های خان را هیچ وقت دوست نداشت. معمولاً ارباب به بلور از روی بی‌تفاوتی نگاه می‌کرد و منظوری نداشت، اما بلور هر نگاهی از طرف خان برایش سنگین بود. دست خودش نبود و همیشه زیر نگاه‌های او حس زیادی بودن می‌کرد، در صورتی که خودش هم می‌دانست اصلاً چنین چیزی نیست. چون اگر چنین بود، خان در لحظه ای او را شوهر می‌داد، ولی هرگز و هرگز چنین فشاری به او نیاورد، یا حداقل تا آن زمان نیاورده بود. می‌دانست که اگر خان چنین قصدی کند، حتی خانجان هم نمی‌تواند کمکش کند. ولی در هر صورت فهمیده بود هرچه دورتر از چشم باشد، عزیزتر است. خانجان که شلنگ قلیان را به شوهرش میداد پرسید: وضعیت بازار چطوره آقا؟ خان گفت: کمی آشوب شده. میونه میرزا با همپیماناش شکرابه. روسا دارن این وسط موش میدونن و دیگر اعضای شورای جنگل در اختلافن. خانجان پرسید: آخه چرا؟ چه اختلافی دارن؟ خان شانه‌ای بالا انداخت و گفت: خبرها دقیق نیست، اما میگن روسا و بعضی از اعضای شورای جنگل خواستار اعلام استقلال گیلان هستن و میرزا مخالفت کرده. میگن تا میرزا نخواد چنین اتفاقی نمیفته. برای همین فعلا درگیرن. خانجان چای خوشرنگی برای شوهرش ریخت و گفت: مگه میشه گیلانو از ایران جدا کرد؟ تهران مگه میذاره؟ خان دود غلیظ قلیان را بیرون داد و گفت: راستش الان میرزا اونقدر قدرت داره که بتونه چنین کاری کنه. اما ظاهراً گفته جدا کردن گیلان از ایران عین خیانته و این کلام برای سران جنگل گرون تموم شده. از طرفی میگن رضاخان یا همون سرکرده قزاقا برای میرزا دست دوستی دراز کرده. ولی چون در فقره تسلیم دکتر حشمت قزاقا خیانت کردن و بدون توجه به اماننامه خودشون دکتر رو اعدام کردن، میرزا اعتماد نکرده و دست رد به سینه رضاخان زده. برای همین فعلا در اوج قدرت تنها مونده. خانجان گفت: پس با این حساب وضعیت تجارت چطور میشه؟ خان کمی با استکان چای بازی کرد و گفت: فعلا همه چیز عادیه، اما قرار اتفاق دیگه‌ای هم بیفته. خانجان پرسید: خیر باشه، چه اتفاقی؟ خان گفت: زمزمه شده قرار امیر عشایر برادر عظمت خانم فولادلو که بزرگترین حامی میرزاست والی رشت بشه. خانجان دوباره پرسید: خب این خوبه یا بد؟ خان گفت: من فکر میکنم خوبه، چون هم میرزا نیاز داره تا خاطرش از بابت رشت راحت شه و هم روسا به خاطر دوستی با عظمت خانم از چنین تصمیمی حمایت میکنن. اما باید دید اگه چنین بشه امیر عشایر چقدر میتونه تو رشت دووم بیاره، چون اون اهل خلخاله و رجال رشت شاید نتونن با اون کنار بیان. خانجان که ضمن گوش دادن چایش را جرعه جرعه میل می کرد گفت: راستی بالاخره ملا قلی رو دیدی؟ پیرمرد به همراه پسرش خیلی انتظار تو کشید. دست آخر چون اومدن طولانی شد رفتن که بیان، اما نیومدن. خان چایش را سر کشید و گفت: پسرشو دیدی؟ خانجان گفت: دیدم، چطور؟ بلور که در ایوان طبقه بالا بود و به راحتی سخنان خان با همسرش را میشنید، کمی هوشیار شد. آرام به لبه ایوان نزدیک آمد و گوش تیز کرد. خان به صورت همسرش نگاه کرد و پرسید: لطفاً بدون توجه به خویشاوندیت با مادر این پسر بگو به نظرت چطور جوونیه؟
خانجان خیلی مطمئن گفت محمد پسر خوبیه. جوون خوش برخورد و خوش لباسی هم هست. خان گفت این بچه ذاتاً برنج شناسه. برنج خوب از بد و فقط با بو کشیدن تشخیص میده. درست جوونه اما برای تجارت من به کار میاد. میخوام به وزن بالا برنج بخرم و به تهران ببرم برای فروش. چنین پسری به دردم میخوره. خانجان گفت در نظر داشته باش که زن نداره. خان گفت نه نداره. فعلا نداشته باشه بهتره. این طور آزادتره و کمی که کارم به غلطک افتاد خودم پدرشو مجبور میکنم زنش بده. خانجان دیگر ادامه نداد و پس از کمی سکوت گفت با اجازه شما فردا صبح برای زیارت راه میافتیم. فقط اگه دستور بدین تا یکی از مرداتون با ما بیاد خوب میشه. خان که انگار چیزی یادش افتاده باشد چوب قلیان را از دهان گرفت. دود را بیرون داد و گفت مینا هم با شما میاد. امروز سری به خواهرم زدم و تا گفتم که شما فردا برای زیارت میرین گفت که میاد. صبح زود خودشو میرسونه تا با شما راهی شه. خانجان ابروهایش را بالا انداخت و متعجب گفت نمیشه آقا. مینا ماه آخر بارداری رو پشت سر میذاره. الان نباید تکون بخوره، خطرناکه. خان که حالت کلافگی داشت گفت چه میدونم والا. منم گفتم. مظفرم گفت که نباید بره. چنان کولی بازی در آورد که نگو. گفت الا بالله باید بیاد. اصلا لج کرده. من حریف هر کسی باشم حریف مینا نیستم. اونم با حال روزی که الان داره. خانجان گفت این که تو ماه آخر سر حال دلیل نمیشه چنین راهی رو بتونه بیاد. به خدا خطرناکه. من از مظفر تعجب میکنم که چطور نمیتونه حریف زنش بشه. خان با خنده سری تکان داد و گفت بیچاره مظفر از اون وقتی که مینا ویار کرده تا شوهرش بهش نزدیک نشه حالش خرابه. طاقت ناراحتی زنشو نداره. برای همین هر چی میخواد نه نمیگه. من خواهرمو میشناسم. مظفر گرفتار شده. البته اونم 2 از مرداشو میفرسته. درشکه رو هم گفت فرش میکنه که راحت باشه. سپس نگاه حکیمانه‌ای به همسرش کرد و گفت اینطوری فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. خانجان که کفرش گرفته بود گفت آقا جان، آخه پستی و بلندی جاده که با فرش کردن درشکه هموار نمیشه. تکونای اسب و درشکه برای یه زائو خطرناکه، اونم این همه راه. حالا به جای 2 مرد 10 مردم که همراهی کنه فرقی نداره. من نمیتونم مسئولیت قبول کنم، گفته باشم. خان رویش را برگرداند و گفت به من ربطی نداره. منم گفتم خطرناکه. خودشون مسئولیتشو قبول کردن و به خودشون مربوطه. تو فقط همراهیشون کن. خانجان باز متعجبانه گفت مگه میشه آقا؟ اون با ما همراهشه ناخودآگاه مسئولیتش به گردن من میفته. روزمون زهر مار میشه. خدایی نکرده اتفاقی بیفته. اون وقت شما نمیپرسی خانجان کجا بودی که چنین شد؟ خان که حوصله‌اش سر رفته بود گفت تو رو به خدا تمومش کن خان جان. من غلط کردم که امروز به دیدن خواهرم رفتم. خودم از کردم پشیمون شدم. تو بگو من چی کار کنم همون کارو میکنم. خانجان که از عصبانیت صورتش در آن نور کم فانوس‌ها گل انداخته بود گفت به خدا اگه نظم نداشتم همین الان از رفتن به امامزاده منصرف می شدم. میذاشتم برای یه روز دیگه. بلند شد و خیلی دلخور قبل از رفتن به داخل عمارت خواست چیزی بگوید. اما پس از کمی مکث حرفش را قورت داد و رفت. بلور اما مینا را دوست داشت. مینا خواهر خان و زنی بی نهایت شاد بود. ریزنقش و به شدت خوش اخلاق. هر وقت پیدایش میشد اطرافش سراسر جنب و جوش بود و سر و صدا. در واقع خانجان هم این زن سرزنده را دوست داشت و مطمئناً ناراحتی و نگرانیش از بابت سلامتی او و بچه درون شکمش بود.
اگر مینا حامل نبود، بدون شک خانجان خودش او را برای رفتن به زیارت خبر می کرد. و بلور فارغ از خطرات راه برای زائو، از آمدن مینا سر کیف آمد. فردا آفتاب که زد، سر و کله مینا سوار بر درشکه‌ای فرش شده و نرم پیدا شد. شوهرش یک خانم جوان و 2 از مردهایش را برای همراهی و مواظبت از او راهی کرده بود. مینا با خانجان که روبرو شد، با همان صورت شاد و شیطنت همیشگی گفت: سلام بر بانوی قلب بداخلاق برادرم. سپس چون حدس می‌زد خانجان با آمدن او مخالف باشد، سریع ادامه داد: قبل از این که نصیحت کنی به تو بگم که از بس تو خونه موندم پوسیدم. اگه 1-2 روز دیگه به همین صورت ادامه پیدا می‌کرد دیوونه می‌شدم. حالا اومدم تا کمی هوا عوض کنم. اگه به امامزاده رسیدم که بهتر، ولی اگه دیدم اذیت میشم قول میدم برگردم. همین که کمی هوا به سرم بخوره کافیه، ولی اگه بتونم بیام و زیارت کنم دیگه عالی میشه. خانجان با اخمی ملیح از صورت پر از جذبه‌اش پا در رکاب اسب گذاشت و بالا رفت. چرمه دهنه را این دست و آن دست کرد و آمرانه گفت: خوش اومدی، امیدوارم بتونی زیارت کنی. بلور آنی حال خانجان را فهمید. او فهمید چون خانجان می‌داند هرچه بگوید مینا باز هم کار خودش را می‌کند، برای منصرف کردنش دیگر اصرار نکرده. فقط با صورت درهمش به او نشان داد که از آمدنش خوشحال نیست. و البته مینا هم فهمید. درست است که 10 سالی از خانجان کوچکتر بود و کمی از او حساب می برد. اما او کسی نبود که فقط با یک اخم زن برادرش کم بیاورد و از آمدن منصرف شود. در واقع مینا زنی نبود که خودش را درگیر ناملایمات کند و روزش را خراب کند. پس قبل از اینکه خانجان بتواند تأثیر رفتارش را در صورت خواهر شوهرش ببیند، بدون اعتنا به اخم خانجان و با صدای بلند به بلور گفت: چطوری بلا نمرده؟ شنیدم 1 هفته تو مطبخ کار کردی. از اینجا تا امامزاده باید برام تعریف کنی که چه آتیشی سوزوندی تا 1 هفته تو رو تنبیه کردن. بیا اینجا ببینم عزیزم، زود باش. قبل از اینکه بلور تکان بخورد، اشرت آمد. بلور اسبش را تا کنار پله ها برد تا اشرت توانست در پشت بلور بنشیند. 2 رفیق چیزی در گوش هم گفتند و ریز ریز خندیدند. خانجان اما پس از اینکه مطمئن شد اخم روی چهرهش هم نتوانسته تکانی به مینا بدهد، ضربه‌ای به شکم اسبش زد و در پس مردان عمارت پیش افتاد. خان برای فرار از عذاب وجدان مسئولیتی که به گردن همسرش انداخته، همزمان حشمت و جاوید را در خدمت آنها گذاشت. مردان عمارت خان پیش افتادند و خانجان در پسشان. سپس درشکه مینا به همراهی بلور و اشرت و در آخر هم 2 مرد از عمارت مظفر. در مسیر امامزاده، خانجان همچنان پیش رفت و خودش را با سرخوشی‌های مینا قاطی نکرد. این زن شوخ روده‌های بلور و اشرت را پیچانده بود آنقدر که حرف‌های خنده‌دار می‌زد. این وضعیت و نتیجه شوخ طبعی‌ها وقتی به 2 سوار عقبی سرایت کرد و مردها را هم به خنده انداخت، خانجان وسوسه شد تا به جمع آنها ملحق شود. دهنه اسبش را به آرامی کشید و سرعتش را کم کرد تا درشکه به او برسد. سپس بعد از نگاهی گذرا و جدی به 2 سوار عقبی همچنان ادامه داد. 2 سوار مظفرخان که بابت شوخی‌های خانمشان نزدیک شده بودند، پس از نگاه شماتت‌آمیز خانجان خودشان را جمع کرده و فاصله گرفتند. مینا اما کمی به زن برادرش نگاه کرد و گفت: عدم رنجه کردی بانو، سری به محفل سوت و کور ما زدی عزیزم. سپس با حالتی ملتمسانه گفت: باز کن اخما و خم ابروهای نازک تو خانجان، خسته نشدی؟ من حالم خوبه، تو رو به خدا نگران نباش. خانجان که معلوم بود دلش به راه آمده، نگاهی به مینا کرد و پرسید: ویاری چیزی نداری که برات آماده کنم؟ جلوتر که بریم و وارد جنگل شیم دیگه جایی نیست که اگه هوسی کردی بتونیم برات پیدا کنیم. چیزی میل نداری؟
مینا خندید و گفت من هوس ندیدن مظفر رو دارم که الحمدلله در حال حاضر فراهمه. دارم نفس میکشم. فقط تو اگه اخماتو باز کنی حالم بهتر میشه. خانجان که دیگر صورتش باز شده بود با لبخندی کنترل شده و ملیح گفت معرکه گرفته بودی از چی حرف میزدی که بچه‌ها به کرکر خنده افتاده بودن؟ مینا گفت خب دیگه نبودی نشنیدی. گذشته رو ول کن. از این به بعد و دریاب. خانجان به بلور نگاه کرد که در آن طرف درشکه به آرامی سواری می کرد. سپس پرسید از چی حرف می زد که شما 2 نفر غش کرده بودین؟ بلور آنی گفت شما رو مسخره می کرد. ادای شما رو در می آورد. خانجان نگاه متعجبانه‌ای به مینا کرد و گفت دیوونه ای؟ جلوی مردای شوهرت منو مسخره می کردی و اونا هم می خندیدن؟ مینا چشم قره‌ای به بلور زد و بدون اینکه به خانجان نگاه کند گفت اونا آخر داستان بود که رسیدن و نفهمیدن هدف شوخیای من تو هستی. مگه دیوونم و به روی تو رو بین مردای عمارت ببرم؟ تو رو تو جمع زنونه خودمون مسخره کردم. البته درشکچی پیرمونم بود ولی اون دیگه پیر شده و حالا جای خواهرمون حساب میشه. بلور و اشرت باز هم خندیدند و خانجان از این بی‌پروایی مینا نسبت به درشکچی که ناچارن در جمعشان بود و اسبها را هدایت می‌کرد، ضمن لبخندی ناخواسته لب گزید. درشکچی پیر هم خیلی نامحسوس لبخندی کمرنگ زد و به روی خودش نیاورد. خانجان گفت راه طولانیه مینا جون، کمی انرژیتو نگه دار تا تو مسیر خسته نشی. هر وقت آفتاب آزارت داد بگو تا بگم درشکه رو سر کنن تا سایشه. پس فعلا کمی آروم بگیر. مینا که در حال لذت بردن از مسیر بود به متکاهای آماده شده بر درشکه تکیه زد و سیبهایی را که ندیمه جوانش پوست می گرفت به دهان برد. اینطوری کمی زبان به کام گرفت و ساکت شد. ساعتی بعد درشکه را به علت آفتاب ملیح پایان اردیبهشت ماه سر کردند و مینا خوابید. اما خانجان همچنان نگران تکانهای درشکه و وضعیت مادر و بچه درون شکمش بود. دائما به سواران گوشزد می‌کرد که آرامتر حرکت کنند تا مینا راحت باشد و برای همین دیرتر از همیشه به نزدیکی امامزاده رسیدند. در انتهای راه و قبل از رسیدن رودخانه‌ای وجود داشت که خانجان از همان ابتدای راه نگران عبور از آن بود. عبور از رودخانه برای سوارها اشکالی نداشت، اما برای درشکه مینا با آن بار شیشه کمی نگران کننده بود. رودخانه را که رد می کردند، دیگر تا امامزاده راهی نبود. ابتدا خواستند مینا را سوار اسب کنند و از رودخانه رد کنند، اما خودش ممانعت کرد. گفت اینطوری می ترسد. پس ناچارن مردها از اسب به زیر آمدند و ضمن مراقبت شدید درشکه را وارد قسمت کم عمق رودخانه کردند. درشکه به آرامی پیش رفت و مشکل خاصی نبود، اما گاهی تکانهای شدید آن بابت وجود قلب سنگهای پنهان در زیر آب اجتناب ناپذیر بود. درشکه تکان می‌خورد و مینا با دستی بر روی شکمش همچنان نگران خودش را به ندیمه‌اش چسبانده بود. وسطهای رودخانه خانجان آنقدر از دلهره عرق کرد که به زبان آمد و غرغر کنان به مظفر دشنام داد که آخر چطور اجازه می دهد زن پا به ماهش اینطوری آواره زیارت شود. اما در هر صورت بالاخره درشکه از رودخانه رد شد و همگی انگار کوهی از انرژی مصرف کرده باشند با خستگی به راهشان ادامه دادند. پس از آن مینا هم خسته شد چون دیگر زبانبازی نمی کرد. بر روی متکاها لم داد تا پس از زمان کوتاهی به امامزاده تغییر رسیدند. امامزاده همیشه محیط جذابی داشت. معمولاً شلوغ بود و کسب و کار فروشنده های دورگرد در آنجا پر رونق بود. هر که هرچه برای عرضه داشت در اطراف امامزاده بساط می کرد و منتظر مشتری می ماند. زائرهای امامزاده هم مدتها پول جمع می کردند تا ضمن زیارت از لذت خرید کردن و سوغات بردن غافل نشوند.
امامزاده ضریح چوبی کوچکی داشت در میان اتاقی کوچک و البته در مجاورتش مسیر چشمه‌ای زلال که سرچشمه آن در جای دیگری بود. چشمه‌ای که مردم آب آن را مقدس می‌شمردند و آن را تبرک می‌کردند، که البته انصافاً وجود رود کوچکی از آب چشمه در جلوی امامزاده حلاوت و شیرینی زیارت را 100 چندان می‌کرد. آن هم با انبوه درختانی که سایه آنها زائران را از آفتاب در امان نگه می‌داشت. خانجان هنوز دستانش به ضریح نرسیده بود که ندیمه مینا با نگرانی او را به کناری کشید و گفت: خانم جان، دستم به دامنت. مینا خانم درد داره. از وقتی که رودخونه رو رد شدیم شکم درد گرفته. صداش در نمیاد چون از شما میترسه. به من گفته چیزی نگم تا برگردیم، اما من میدونم که کار به برگشتن نمیکشه. حالش بده. تو رو به خدا فکری کنیم. خانجان که در طول مسیر بارها به این لحظه فکر کرده بود گفت: اومدنش دیوونگی بود. ندیمه گفت: راستش خانم، اصلاً قرار نبود که تا اینجا بیاییم و مظفرخان نمیذاشت. آخر سر وقتی از مینا خانم قول گرفت که بعد از همراهی شما تا خارج از فومن حتما برگردیم کوتاه اومد. ما باید برمیگشتیم، اما چون به خانم خوش گذشته بود همچنان ادامه داد. سپس با صورتی ملتمسانه پرسید: حالا باید چی کار کنیم؟ خانجان خیلی مصمم جمعیت را شکافت و به سمت درشکه رفت و گفت: هیچی، ناچارشیم باید بزاد. سپس همانطور که پیش می رفت به ندیمه تاکید کرد تا به سراغ متولی امامزاده برود و او را بیاورد. پای درشکه که رسید با صورت گل انداخته مینا مواجه شد که ظاهراً درد شکمش را به روی خودش نمی آورد. پس به آرامی در کنارش ایستاد. دست چپش را که به کناره درشکه فشار می آورد به دست گرفت و دلسوزانه گفت: چقدر درد داری دختر؟ به نظرت اگه برگردیم میتونی تحمل کنی؟ مینا که فهمید خانجان همه چیز را فهمیده، آه بلندی کشید و خودش را شل کرد. سپس قطره‌ای اشک از گونه‌اش چکید و گفت: درد دارم. احساس میکنم دارم میترکم. تو رو به خدا خانجان کاری بکن. نمیتونم تحمل کنم. خانجان اصلاً حرفی از روی نصیحت و یا شماتت نزد که مثلاً دیدی گفتم که نباید میآمدی، چون میدانست الان دیگر فایده‌ای ندارد. مستحصل بود که باید چه کار کند و منتظر ماند تا ندیمه برگردد. حالا دیگر بلور و اشرت هم متوجه وضعیت اضطراری پیش آمده شده و پای درشکه همچنان با نگرانی نظاره‌گر بودند. ندیمه آمد. به همراهش متولی پیر امامزاده و 2 زن دیگر که بعداً معلوم شد هر 2 زن با هم هوو و همسر متولی هستند. یکیشان همسال پیرمرد پیر و دیگری میان سال و سرحال و خوشگل بود. خانجان قبل از هر سلامی پرسید: اینجا قابله داره؟ خونش کجاست؟ زنی که پیرتر بود گفت: یکی هست ولی خیلی پیر شده. نمیتونه درست راه بره مگه با اسب یا قاطر بیاد. خانجان گفت: باید بیاد. شما میدونین کجاست؟ زن به شوهرش نگاه کرد و گفت: اگه آقا اجازه بده و شما هم یکی رو با اسب همراه بفرستین میتونیم بریم دنبالش. خانجان دیگر منتظر اجازه متولی نماند و سریع فریاد زد: جاوید! آهای جاوید! بیا اینجا و با این زن برو. جاوید خودش را رساند و پس از گرفتن دستورات لازم به همراه زن پیر متولی برای آوردن قابله راهی شد. خانجان دوباره رو به پیرمرد گفت: جا میخوام سید، جا میخوام. جایی که بتونم زاو رو بخوابونم تا شاید بچه رو به دنیا بیاره. متولی پیر که با دیدن درشکه، اسبها و مردها فهمیده بود با اعیان طرف است و اگر کمکاری کند ممکن است برایش گران تمام شود، بلافاصله مؤدبانه گفت: پشت امامزاده خونه منه خانم. محقره اما شاید به دردتون بخوره.
بفرمایین تا نشونتون بدم. خانجان خواست برود که زن میان سال پیرمرد دستش را گرفت و گفت خانم جان، راستش باید یه چیزی بگم. خانجان به صورت مردد زن نگاه کرد و گفت بگو. زن گفت قابله اینجا خیلی پیره. چشماش خوب نمیبینه و این اواخر از هر 2 بچه‌ای که به دنیا میاره یکی میمیره. تازه اگه مادر نمیره میگن کارش خوب بوده. برای همین فکر کنم بشه کار دیگه‌ای هم کرد. خانجان پرسید چی کار؟ زن گفت تو ماکلبان قابله‌ای هست که معجزه میکنه. من خودم اونو ندیدم، اما زائرای اینجا میگن همین چند وقت پیش مادر و بچه مرده‌ای رو زنده کرده. میگن دستش شفاست. سپس به مردان سوار بر اسب نگاه کرد و گفت شما اگه مرداتون رو به دنبالش بفرستین خیلی زود میتونین اونو به اینجا بیارین. خانجان گفت ماکلبان؟ تا اون بیاد دیر میشه. زن گفت حالا شما به دنبالش بفرستین، شاید سر وقت رسید. بعد ضمن اشاره به مینا گفت حیف این دسته گلوبه قابله اینجا بسپارین. به خدا خطرناکه. خانجان پرسید نامش چیه؟ نام اون قابله رو میدونی؟ زن گفت نامش منوره و از رعایای حسن خانه. تو اون خطه همه اونو میشناسن. خانجان تا نام حسن خان را شنید معطل نکرد و به یکی از مردان مظفرخان که به شدت نگران حال زن اربابش بود گفت از اینجا تا ماکلبان رو یه نفس تاخت کن. به امارت حسن خان برو و بگو خانجان زن محمد علی خان فومنی تو رو فرستاده. بگو قابله رو که نامش منوره با تو همراه کنه. برو، معطل نکن. سوار مخاطب بیدرنگ و به سرعت رفت، چنان که پس از لحظه‌ای فقط گرد و خاک تاختنش را میشد دید. خانجان هم به همراه زن میان سال متولی امامزاده به داخل کلبه رفت. کلبه فقط یک اتاق کوچک با ورودی بزرگی از پارچه بود، خالی و به تمام معنا محقر. خانجان در ابتدا متعجب شد که چگونه هر 3 نفرشان در داخل اتاقی که شاید از هر طرف 4 قدم در 4 قدم بود جا می شوند. حالا اگر بچه داشته باشند که دیگر بدتر. به ناچار دستور داد تا متکاها و تمام زیراندازهای نرمی که بر روی درشکه گذاشته بودند به داخل کلبه ببرند و سپس به آرامی مینا را به سمت کلبه راهنمایی کرد. خانجان همانطور که چشمش در میان جمعیت زیارت کننده به دنبال جاوید میگشت و امیدوار بود تا به همراه قابله برگردد، دست مینا را گرفته و با قدمهای آهسته به سمت اتاق پشت امامزاده رفت. تازه داشتند پرده بزرگ ورودی اتاق را کنار می‌زدند تا داخل شوند که ناگهان مینا جیغ کشید. خانجان حواسش از میان جمعیت به مینا جمع شد که وحشت زده داشت به پاهایش نگاه می‌کرد. پاهای مینا خیس بود، گویا کیسه‌ای که نوزاد را در شکم مینا نگه می‌داشت پاره شده و داشت خالی می‌شد. خانجان دیگر مطمئن شد گزینه برگشتن به امارت منتفی شده و مینا همینجا به هر قیمتی باید بزاید. پس به آرامی گفت نترس مینا جون، چیزی نیست. کمی دیگه قابله میاد و بچه رو به دنیا میاره. همه اینا طبیعیه. کیسه باید پاره بشه تا قابله به زمان زایمان اطمینان کنه. تازه اینطوری بهتر شد چون دیگه معطل نمیشی. مینا از حرفهای زن برادرش آرام شد، اما با پاره شدن کیسه آب قلب خانجان فرو ریخته بود. به آنچه گفته تا خیال مینا را راحت کند ایمان نداشت، اما میدانست دستپاچگی در چنین مواردی خیلی خطرناک است، پس ناچار شد چنین حرفهایی بزند. مینا را که خواباندند، زن میان سال متولی رفت تا آب گرم کند. خانجان ضمن گرفتن دستهای مینا در دستانش با لبخند و مهربان پرسید خیلی درد داری؟ مینا گفت لامذهب میگیره و ول میکنه. تا میخوام کمی نفس بگیرم دوباره میگیره و بعد باز ول میکنه. خانجان گفت کمی استراحت کن. من بیرون اتاق تدارک کارای به دنیا اومدن بچه رو میکنم.
کار داشتی صدام کن. مینا که تمام صورتش عرق کرده و تار موهایش بر روی صورتش ماسیده بود، با حرکت آرام سر تصدیق کرد. خانجان بیرون که آمد، بلور و اشرت را دید که با حالی نگران منتظرند. خانجان به اشرت گفت: برو داخل و کنار مینا بشین. دستشو به دستت بگیر و سعی کن با اون حرف بزنی تا حواسش پرت شه. اشرت که رفت دوباره به بلور گفت: تو هم برو جلوی امامزاده تا اگه قابل اومد راهنماییش کنی. مبادا بیان سرگردون شن و زمانو از دست بدیم. در آخر سراغ حشمت رفت و کمی پول به او داد تا به میان فروشنده ها برود و اگر ملحفه سفید دید به اندازه کافی بخرد و برگردد. بعد از آن دیگر فقط انتظار بود و انتظار. مینا تند تند نفس می‌کشید و حرافی‌های اشرت هم نمی‌توانست حواسش را پرت کند. خانجان حرف نمی‌زد و با صورتی آرام منتظر بود. بلور هم جلوتر رفته و چشمانش به دنبال دیدن جاوید و قابله دو می‌زد. خانجان از زن دوم متولی پرسید: مگه خونه قابله کجاست که اینقدر دیر کردن؟ زن گفت: زیاد دور نیست، اما اینکه چرا دیر کردن نمیدونم. زمان میگذشت و نفسهای مینا به شماره افتاد. حالا دیگر به غیر از اشرت، زن دوم متولی هم در کنار زاو نشسته و قربان صدقه‌اش میرفت. همگی همچنان خودخوری میکردند و نگران بودند که بلور فریاد زد: اومدن! اومدن! خانجان به پیشوازشان رفت و آنها هم در نهایت آرامش نزدیک شدند. جاوید پیاده بود و قابله سواره که خانجان گلمند پرسید: چرا اینقدر دیر کردین آخه؟ جاوید جواب داد: ببینین خانم، قابله پیره. تا خودشو جمع کرد و به کمک این خانم سوار اسب شد ما راه افتادیم. چون استخوناشم درد میکنه اسب تا کمی تون میومد داد و هوار میکرد که آرومتر بریم. به خاطر همین دیر شد. سپس وقتی خواست قابله را پیاده کند، خانجان فهمید که زن دوم متولی کاملا درست گفته و پیرزن قابله دیگر بیش از اندازه پیر است. پس پرسید: همراهی، کمکی، چیزی نداره؟ زن اول متولی که حالا به علت معطل کردن قابله پیر عصبانی بود گفت: اونقدر خسیسه که کارشو به کسی یاد نداده. یه تنهایی کار کرده و اگرم کمک لازم داشته از اقوام زاو استفاده کرده. خانجان از توضیحات بی‌پروای زن در مقابل قابله تعجب کرد. اما زن گفت: نگران نباشین خانم. ایشون گوشاش هم سنگینه. به همین سادگی نمیشنوه. دیگر کار به اینجا که رسید خانجان کمی ترسید. پس در مدت زمانی که قابله را از اسب پیاده کردند و پای زاو نشاندند، تصمیم مهمی گرفت. پیش آمد و به زن دوم متولی گفت: قبل از این که قابله کاری کنه از اون بپرس آیا امکان داره تا ساعتی کار زایمانو عقب بندازه؟ زن دوم متولی که فهمیده بود خانجان برای چه این سؤال را پرسیده، مانند یک مترجم با صدای بلند سؤال کرد. قابله با تعجب و نفس زنان پرسید: چرا باید صبر کنن؟ خانجان قصد داشت زمان بخرد تا قابله ماکلوان برسد و از طرفی نمیخواست راستش را بگوید تا مبادا به این قابله بر بخورد و در صورت نیامدن قابله ماکلوان تلافی کند و برای زایمان کمک نکند. پس گفت: بگین منتظر شوهرش هستیم. شوهرش تو راهه و کمی دیگه به اینجا میرسه. توضیح لازم به قابله پیر داده شد و انگار که توضیح قانع کننده باشد، پیرزن نگاه دقیقی به حال مینا کرد و پس از معاینه‌ای دقیق‌تر گفت: مشکلی نیست. هنوز وقت هست و میشه منتظر موند. سپس صدایش را آرامتر کرد و گفت: فقط وضعیت طوریه که اگه الانم زایمان کنه یا مادر یا بچه یکی میمیره. این جمله مانند پتکی بر سر خانجان نشست و در یک لحظه عرق سردی تمام بدن او را خیس کرد.
زن دوم متولی که دگرگونی حال خانجان را دید، سریع و به آرامی در گوش او گفت: نگران نباشین خانم جان. این پیرزن بالای سر هر زائویی که میره چنین غلطی میکنه تا اگه اتفاقی افتاد بگه که قبلا گفته بود. در واقع پیرزن خبیث پیش دستی میکنه تا اگه مشکلی پیش بیاد خودشو تبرئه کنه. با چنین توضیحاتی کمی حال خانجان به جا آمد و دیگر واقعاً مصمم شد تا سرنوشت مادر و نوزاد را تا آنجا که ممکن است به دستان این پیرزن نسپارد. پس وقتی دید قابله می‌خواهد بلند شود و تا رسیدن شوهر زائو برای زیارت به امامزاده برود، استقبال کرد و او را به همراه زن اول متولی به بیرون از اتاق مشایعت کرد. پس از آن هم حشمت به همراه مقدار زیادی ملحفه تمیز و سفید برگشت و دیگر انتظار بود و انتظار. کم کم صدای ناله‌های مینا به جیغ‌های کوتاهی تبدیل شد و زنانی که برای زیارت آمده بودند را پشت در اتاق جمع کرد. اشرت یک ریز و بی صدا اشک می‌ریخت، اما بلور دقیقاً مثل خانجان همانطور آرام خودخوری می‌کرد. زمان که طولانی شد و صدای جیغ‌های مینا زیادتر شد، بلور نتوانست تحمل کند. پس به آرامی از آنجا فاصله گرفت و خودش را به چشمه جلوی امامزاده رساند تا کمی به صورت تبدارش آب بزند. نشست. دستش را در آب فرو برد و تا به صورتش پاشید، احساس کرد دو اسب با سرعت از پشت سرش عبور کردند. صورتش را کمی پاک کرد و برگشت. سوارها را از پشت دید. یکیشان مرد بود و آن دیگری زن. آن که مرد بود همان مردی بود که برای آوردن قابله از ماکلوان به تاخت رفته بود و آن یکی زنی بود که به چالاکی از اسب به پایین پرید و در یک لحظه به داخل اتاق زائو رفت. پس از آن پرده انداخته شد و همه منتظر ماندند تا ببینند چه پیش می آید. هنوز چیزی نگذشته بود که اشرت بیرون آمد. دیگر گریه نمی کرد و تا بلور را دید خودش را به او رساند. بلور پرسید: چطور شد؟ مشکلی پیش اومده؟ اشرت گفت: نه مشکلی نیست. فقط چون من گریه می کردم قابله گفت بیام بیرون تا هوایی عوض کنم. بلور پرسید: نگفت حال مادر و بچه چطوره؟ اشرت گفت: چرا؟ وضعیتو که به دقت نگاه کرد گفت مشکلی نیست. هنوز وقت هست. گفت باید صبر کنیم تا بچه کاملاً بچرخه. بلور متعجبانه پرسید: مگه بچه میچرخه؟ اشرت شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: من چه میدونم؟ اون اینطوری گفت. و سپس ادامه داد: فقط این که قابله خیلی جوون و خوشگله. خانجان از جوون بودن قابله جا خورده. بلور گفت: از پشت سر دیدمش. دیدم چطور هنوز اسب نایستاده پایین پرید و به اتاق رفت. معلوم بود که جوونه. در همین موقع اتفاق عجیبی افتاد. اسبی دیگر نمایان شد که مردی جوان به همراه پسری کوچک سوار بر آن به فاصله چند قدمی از جلوی آنها به آرامی عبور کرد. نگاه پسر کوچک وقتی با نگاه بلور تلاقی کرد به هم قفل شد. آنقدر که پسر بچه در حین حرکت اسب همچنان برای ادامه دادن به آن تلاقی نگاه ناچار شد کم کم دلا شود تا جایی که دیگر نشد ادامه دهد. مهر آن پسر بچه با قیافه مظلوم و دوست داشتنی چنان بر دل بلور نشست که دختر برای لحظه‌ای تمام اتفاقات روز را فراموش کرد. مرد و کودک تا لحظاتی بعد پیاده شدند و پس از بستن اسب منتظر ماندند که دوباره آن تلاقی نگاه کودک با بلور ادامه یافت. این نگاه کردن آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه پسر بچه به آرامی از پدرش جدا شد و به سمت بلور آمد. هنوز چند قدم مانده بود که مردد شد و ایستاد. مرد که معلوم بود پدرش است به محض اینکه دید پسرش از او فاصله گرفته داد زد: ارسلان، بابا جون جایی نرو، برگرد اینجا. در آن زمانی که پسر برگشت و به پدرش نگاه کرد، بلور چند قدم باقی مانده را جلو رفت و دقیقاً جلوی پسر بچه بر روی یک زانو نشست.
برای مدتی چشمان سیاه هر دوتایشان در هم خیره ماند تا اینکه بلور پرسید: نامت ارسلانه؟ پسر گفت: بله، من ارسلانم. بلور گفت: تو چقدر خوشگلی پسر. سپس دستی بر موهای او کشید. ارسلان کمی خودش را لوس کرد و به آرامی بدنش را در بغل دختر جا کرد. بلور از این حرکت او دلش قنج رفت. او را بغل گرفت و بلند شد. بوسه‌ای بر لپش زد و گفت: چه بوی خوبی میدی؟ پسر بچه هم برای تلافی کمی بلور را بو کرد و با خنده و شیطنت گفت: تو هم بوی مامانو میدی. پس از لحظه‌ای اشرت هم به جمع آنها اضافه شد و بازی پسر بچه آنقدر آنها را سرگرم کرد تا بالاخره صدای گریه نوزاد از اتاق به همه چیز پایان داد. بلور ارسلان را همانطور که در آغوش داشت آرام آرام نزد پدرش برد. پسر بچه را به او تحویل داد و همانجا به همراه دیگر زنان زائر منتظر ماند. اشرت گفت: خدا کنه حال مینا خانم خوب باشه. بلور گفت: مگه نگفتی قابل گفته که مشکلی نیست؟ اشرت گفت: چرا گفت؟ ولی نمیدونم چرا دلم شور میزنه. بلور گفت: اگه که من رفتم تا وارد اتاق شم تو نیا. اشرت پرسید: چرا؟ بلور گفت: چون هر دوتامونو راه نمیدن. تو که قبل از این داخل بودی. این بار من میرم داخل. اشرت جوابی نداد و وقتی همچنان خبری از درون اتاق نشد، بلور جلو رفت. آرام آرام خودش را به پشت پرده رساند و گفت: خان جان، میتونم بیام داخل؟ اما جوابی نشنید. پرده را کمی کنار زد و از همان درزه به وجود آمده خانجان را بالای سر مینا دید که نوزادی قنداق شده را در بغل دارد. بلور نیشش باز شد چون معلوم بود حال مادر و بچه کاملا خوب است. پس دوباره با صدای بلندتری پرسید: خانجان میتونم داخل شم؟ خانجان این بار او را دید و همانطور که نوزاد را به او نشان میداد با لبخند گفت: هنوز نه بلور جان، کمی صبر کن صدات میکنم. بلور پرده را انداخت و با خیالی آسوده منتظر ماند. صدای خانجان با قابله را میشنید که با هم حرف میزنند، دوستانه و سرخوش. اما سخنانشان با توجه به شلوغی بیرون نامفهوم بود. باز هم این پا و آن پا کرد. طاقت نیاورد و دوباره کمی گوشه پرده را کنار زد. ولی چون با نگاه خانجان مواجه شد، دوباره پرده را انداخت. همهمه درون اتاق بیشتر شد و صداهای خداحافظی بلند شد که خانجان با صدای بلندی گفت: بیا تو بلور جان، حالا میتونی داخل شی. بلور دست بر گوشه پرده گذاشت و آن را کنار زد. با دیدن حال مساعد مادر و بچه، صورتش به شادی باز شد و بیدرنگ داخل رفت.